دوستان عزیزم سلام، خوش اومدید به ویدیوی جدید از کانال دنیای آلمانی. خوش اومدید به کانال من. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه موضوع خیلی جالبی رو با هم کار کنیم. روزهای هفته، فصل‌ها و ماه‌ها در زبان آلمانی. اینا رو چجوری باید بگیم؟ اگه میخواید این مبحث رو به خوبی یاد بگیرید حتما تا انتهای ویدیو همراه من باشید. ممنون میشم همین الان روی دکمه لایک و سابسکرایب هم کلیک کنید که برای من خیلی انگیزه میشه. خب، روزها در زبان آلمانی، روزهای هفته اسامی خاص مخصوص به خودشونو دارن که ما باید اینا رو حفظ کنیم. من براتون اسما رو میخونم، اینجا هم به صورت نوشته شده میبینید، پس حتما یادشون بگیرید. از روز دوشنبه شروع میکنیم. دوشنبه میشه مونتاگ. بچه‌ها این قسمت دوم تاگ توی اکثر روزهای هفته مشترکه، یعنی همشون این رو دارن به غیر از روز چهارشنبه. خب حالا با هم دیگه میخونیم. مونتاگ میشه دوشنبه. دینستاگ سه‌شنبه. میتوخ بچه ها معنای کلمه میتوخ تقریبا میشه وسط هفته، به خاطر همین به چهارشنبه که وسط هفته است توی آلمانی میگیم میتوخ. دونستاگ میشه پنجشنبه. فرایتاگ میشه جمعه. سامستاگ میشه شنبه و زونتاگ میشه یک شنبه. خب این از روزهای هفته در زبان آلمانی که باید این کلمه ها رو حفظ کنید تا بتونید روزها رو خیلی راحت بیان کنید. بچه‌ها فصل ها در زبان آلمانی چجوری هستند؟ خب ما 4 تا فصل داریم. فصل ها در زبان آلمانی آرتیکل ماسکولین یعنی مذکر دارن. پس آرتیکل der. فصل بهار میشه der Frühling. تابستون میشه der Sommer. پاییز میشه der Herbst. و زمستان der Winter. یه بار دیگه میخونم. der Frühling, der Sommer, der Herbst و der Winter. این هم از 4 فصل ما در زبان آلمانی. خب حالا برید یه مثال بزنیم. بچه ها وقتی میخوایم بگیم مثلا در زمستان، در بهار، حرف اضافه ما میشه im. مثلا در زمستان میشه im Winter. در بهار میشه im Frühling. مثلا یه جمله براتون بسازم. Im Frühling gehe ich spazieren. در بهار من میرم پیاده روی. spazieren gehen یعنی پیاده روی رفتن. اگه بخوام با روزهای هفته یک مثال بزنم، این خیلی مهمه. یادتون باشه برای روزهای هفته حرف اضافه که استفاده میکنیم am هست. مثلا میخوام بگم در چهارشنبه یا در پنجشنبه. چجوری میگم؟ میشه am Mittwoch, am Donnerstag. در پنجشنبه. Am Donnerstag fahre ich nach Frankfurt. خب و روز آخرمون میشه ماه‌ها در زبان آلمانی. ماه‌ها 12 تا هستن و در زبان آلمانی یه شباهت زیادی به زبان انگلیسی دارن. خب پس من لیست ماه‌ها رو براتون میخونم و شما میتونید به صورت نوشته شده کنار من نگاهشون کنید. یانوار، فبروار، مارس، بچه چون
اوملاوت داره صدای ا میده. مارس. اپریل. اپریل. می. می. یونی. یونی. یونی ها ماه جون هست. یولی. یولی ماه جولای. آگوست. آگوست. سپتامبر. سپتامبر. اکتبر. اکتبر. نوامبر. نوامبر. و ماه آخر دسامبر. دسامبر. همونطور که برای فصل ها گفتم حرف اضافه ماه ها هم میشه ایم. برای مثال ایم آگوست. ایم اکتبر. im März. Im März spiele ich Fußball. Im März spiele ich Fußball. در ماه مارس من فوتبال بازی میکنم. یا میتونم بگم im November haben wir eine Party. Im November haben wir eine Party. در ماه نوامبر ما یه جشن داریم. پس حرف اضافهش میشه ایم. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که این مبحث رو به خوبی یاد گرفته باشید. ممنون میشم که کانال من رو حمایت کنید، ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیوی بعدی و موضوع بعدی، خدا نگهدار.